نظرگل 41 ساله پدر 3 فرزند معلول است. برای معلول شدن فرزندانش اشک می‌ریزد. فقر زندگی او را دشوار کرده. تا 7 سال پیش همه فرزندانش سالم بودند. به مکتب می رفتند. جنگ همه چیز را تغییر داد. 3 پسر نظرگل معلول شدند. تنگ دستی نظرگل را مجبور کرد که به اداره شهدا و معلولان برود. اما این اداره فرزندانش را ثبت نکردند، چرا که دستا و پایشان قطع نیستند. هر جا رفتیم دویدی که شما باید دستپای قطع کنیم، ما ماش در غیر از نمیده. اما در وقتی که لوتیار تکری بوده مکتب میرفته اثر می جنگای داخلی مگه عقل داره از شهدا ملونی؟ زبیده مادر این 3 معلول است. او هم بارها به اداره معلولان مراجعه کرده. بگو مادر اینا از مال ازدی فلج شده. هر وقت این تیاری دست پای ناقت بود دست پای ناقت که بپذیرم ماش بدم. مگه تو بخ نکنه قطع کنم، خودت شما قطع بیا قطع کنی. اما مسئولان اداره شهدا و معلولان میگویند مطابق قانون نمیتوانند فرزندان نظرگل و زبیده را ثبت کنند. بازی برادر عزیز گفته اینه که اگر به جنگ شده اینا فقط عریضه اینا رو بگیره، تاریخ جنگ به من نوشته کنه، عریضه کنه به مقام ولایت سرما راجع مینه، ما اونا رو به کمیته راجع مینه. یعنی این کمیته برادر عزیز از اولادات رو چک میکنه، بعد از او اگر اثرات جنگی سر از اونا بود به ما راپور میده، سر رضا شما نوشته مینه که به اینا فرم معلولیت توضیح گرد. در غیر از او اگر اونا نوشته کنه که از کدام علائم جنگی دیده نشد، بنابراین ما هم صلاحیت توزیع فرم به شما نداره. در فرا بیش از 3000 معلول هستند. 2000 تن آنها در اداره شهدا و معلولان ثبت شدند. آنها هم به سادگی نمیتوانند حقوق خود را بگیرند. و مثل نظرگل نمونه از یک اجتماع بزرگ است که با دشواری مشابه روبرو است.